به نام خدا. من عارف هستم. توی این ارائه قصد داریم که به کامپیوترهای کوانتومی با موضوع Introduction to Quantum Computers بپردازیم. از سال 1959 به این ور که تقریبا کامپیوترهای سیلیکونی به بازار اومده بودن و بازار داشتن میگرفتن، ما همواره سعی داشتیم که سرعت کامپیوترامون رو بیشتر بکنیم و این افزایش سرعت کامپیوترهای ما نیازمند این بود که روی ریز پردازنده همون ترانزیستورهای بیشتری قرار بدیم. یعنی اگه می‌خواستیم سرعت کامپیوترمون رو بیشتر بکنیم، باید ترانزیستورهامون رو در واقع بیشتر می‌کردیم و این امرم با این موضوع بود که ما باید ترانزیستور کوچکتری می‌ساختیم که بتونیم حداقل روی یه ریز پردازنده بیشتر ترانزیستور قرار بدیم. توی سال 1965 آقای گوردن مور اومدن گفتن که ترانزیستورهای ما در واقع هر تراشه ما سرعت کوچیک شدنش هر 2 سال 2 برابر. یعنی اگه شما پردازندتون مثلا 1 سانت بود، 2 سال دیگه نصف میشد و این قانون بعداً به اسم قانون مور شناخته شد و از اون موقع تا الان داره کار میکنه. یعنی هر 2 سال یه بار تقریبا اندازمون داره نصف کوچیک‌تر میشه. الان اینجا تصویر یه ترانزیستور 22 نانومتری رو دارید میبینید که 22 نانومتر هستش. برای اینکه ببینیم این اندازه چقدر کوچیک هستش، من یه مقایسه کردم. توی اسلاید بعدی این ترانزیستور رو ما کنار یه بلبل قرمز قرار دادیم. به ترانزیستور رو نگاه کنید، اینجاست. یعنی 500 برابر کوچکتر از یه بلبل قرمز خون هستش. یعنی 22 نانومتری که ساختیم تازه اینه. ولی سوال اینجاست که تا کجا میتونیم این کوچیک سازی رو ادامه بدیم؟ فیزیک تا کجا به ما اجازه میده که کوچیکتر و کوچیکتر بسازیم؟ ما تا 22 نانومتر اومدیم. آیا از این کوچیکتر هم میشه ساخت؟ طبیعتاً می‌خوایم کامپیوتر سریعتری داشته باشیم، بنابراین باید این کوچیک سازی رو ادامه بدیم. ولی فیزیک کلاسیک توی ذرات زیر اتمی دیگه کار نمی‌کنه. یعنی قوانین بازی کلاً عوض میشه. ما دیگه با اون قوانین فیزیک نیوتنی نمیتونیم ترانزیستورام رو کار بندازیم. ولی این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ اولین مشکلی که هست تونل زنی کوانتومی هستش. تونل زنی کوانتومی مشکلیه که ما توی ترانزیستورهای زیر 10 نانومترمون خواهیم داشت. چقدر احتمال داره که یه فردی یهو ناپدید بشه، پشت دیوار ظاهر بشه و دوباره برگرده؟ یا اینکه چقدر احتمال داره که اجزای سازنده بدن شما از هم جدا بشن، بعد رو مریخ رو هم دیگه سوار بشن؟ اصلا احتمالش هست؟ احتمالاً میگید که احتمالش نیست، ولی توی قوانین فیزیک کوانتوم این احتمال هستش. فقط باید به اندازه کافی صبر بکنیم. یعنی اگه ما به اندازه کافی صبر بکنیم این اتفاق میفته. ولی تو جسمی مثل انسان این صبر کردن ممکن از عمر کل جهان بیشتر باشه که ما بخوایم منتظر این اتفاق بیفته. ما هر چقدر که ذراتمون رو کوچیک‌تر می‌کنیم، این زمانی که نیاز داریم تا صبر بکنیم کمتر میشه، به طوری که وقتی میرسیم به یک الکترون این مقدار انقدر کم میشه که عادیه. یعنی تو ابعاد یک الکترون این اتفاق کاملا عادیه. ممکنه یه لحظه بره پشت دیوار، یه لحظه بیاد این سمت دیوار، کاملا عادیه و ما نمیتونیم بگیم که چرا این اتفاق افتاد. و این مشکلی که توی ترانزیستور واسه ما ایجاد میکنه اینه که ما نمیدونیم دقیقاً الکترون توی کجا قرار داره. ممکنه یه لحظه بره پشت اون دیواره نازک الکترون قرار بگیره و بیاد اینور و کل محاسبات ما رو خراب بکنه. این مشکلی بود که ما توی کامپیوترهای کلاسیک داشتیم. بنابراین تو سال 1970 آقای اسمشون رو یادم رفتش اومدن موضوع کامپیوترهای کوانتومی رو توی یه مصاحبه مطرح کردن و از اون موقع داره این علم رو داریم جلو میبریم که کامپیوترهای کوانتومی بسازیم.
ما توی کامپیوترهای کلاسیک داستانی که داشتیم این بود که ما از بیت ها استفاده می‌کردیم واسه تجزیه و تحلیل داده ها. بیت ها اینجوری بودن که یا 0 بودن یا 1 بودن، غیر از این دو حالت نبود، یا برق وصل بود یا وصل نبود. اما تو کامپیوترهای کوانتومی ما کیوبیت ها رو داریم و از واحد کیوبیت استفاده می‌کنیم که علاوه بر اینکه 0 1 میتونن باشن، یه چیزی بین 0 و 1 هم میتونن باشن، یعنی میتونن هم 0 باشن هم 1 باشن تو حالت سوپرپوزیشن. حالا جلوتر اینو توضیح میدم چجوری میتونه هم 0 باشه هم 1 باشه، ولی قبلش بیاید یه نگاهی به خواص کیوبیت ها بندازیم. اولین خاصیتش اینه که به محیط یا دوستان خودش مرتبطه، در هم تنیده است، که اینو من باز جلوتر تو اسلاید بعدی میارم که در هم تنیدگی کوانتومی چجوری کار میکنه. دومین خاصیتش قابل کپی کردن نیستش، نمیتونیم کپی بکنیم یک کیوبیت رو. خاصیت بعدیش اینه که به اندازه‌گیری واکنش میده. چرا قابل کپی کردن نیست؟ چون ما نمیتونیم اندازش بگیریم. وقتی نتونیم اندازش بگیریم در واقع نمیتونیم کپیش هم بکنیم. لزوما 0 یا 1 نیستش. اما این لزوما 0 یا 1 نیستش رو چجوری درکش بکنیم؟ آقای شوردینگر یه آزمایش ذهنی معروف داره، احتمالاً شنیدید گربه شوردینگر رو. میگه که ما یه گربه رو داخل یه جعبه‌ای میذاریم، توی اون جعبه یه سم هستش و بالای سم یه چکشه که وصل شده به شمارنده کایگر و این شمارنده کایگر هم در مجاورت یه اورانیوم قرار داره. شکی در این نیستش که اورانیوم واپاشیش کی انجام میشه. وقتی در جعبه بسته است ما نمیتونیم بگیم که این واپاشی انجام شده یا نه. اگه واپاشی انجام بشه چکشه میاد میخوره اون زهره، گربه میمیره. پس تا زمانی که ما تا زمانی که در جعبه رو باز نکنیم نمیدونیم که این گربه مرده یا نه، اتم واپاشی انجام داده یا نه. واپاشی انجام داده باشه میمیره. حالا ما میگیم چی؟ وقتی که در این جعبه وسط است ما میگیم این تو حالت سوپرپوزیشنه، یعنی هم مرده است هم زنده است. در 50% مواقع مرده، در 50% مواقع زنده هستش. در واقع ما میگیم که این اگر ما در جعبه رو باز کنیم ببینیم که گربه زنده هستش، متوجه میشیم که توی یه جهان دیگه طبق قوانین کوانتوم این گربه مرده. دقیقاً کیوبیت هم به همین شکله که ما میگیم هم 0 هم 1. اما چرا کامپیوترهای کوانتومی اینقدر قوی هستن؟ بذارید من میشوها تعویض کنم. چرا کامپیوتر کوانتومی اینقدر قوی هستن؟ سوالی که من دارم اینه که فرض کنید ما یه کامپیوتری داریم که نهایت آپشنه، یعنی قدرتمندترین کامپیوتری که الان داریم. میخوایم این کامپیوتر رو قدرت پردازشی رو 2 برابر کنیم. باید چیکار کنیم؟ یه کامپیوتر دیگه با همون مشخصات بهش اضافه میکنیم، یکی دیگه میذاریم کنارش، قدرت پردازشیش میشه 2 برابر. ولی تو کامپیوتر کوانتومی این چجوریه؟ ما وقتی میخوایم 2 برابر بکنیم قدرت پردازشی رو، فقط کافیه بیایم بهش یه دونه کیوبیت اضافه بکنیم. یعنی نیازی نیستش که شما یه کامپیوتر با همون عظمت بیاری بذاری کنار این که این بشه 2 برابر قدرت قبلی. یه کیوبیت اضافه بکنی قدرت پردازشی 2 برابری دریافت خواهی کرد. حالا اینجا ما حالتاشو آوردیم که چجوریه که ما میگیم وقتی شما یک کیوبیت اضافه میکنید 2 برابر میشه قدرتش. توی بیت ما این فرمول داشتیم دیگه، میگفتیم اگه یک بیت n بیت داشته باشیم n حالت مختلف میتونیم داشته باشیم، یعنی یا 0 یا 1. اگه یه بیت داشته باشیم یا 0 یا 1 دیگه. اما اگه ما n کیوبیت داشته باشیم 2 به توان n حالت خواهیم داشت که این 2 به توان n حالت رو یه حساب سرانگشتی بکنیم. میگیم که آقا 1024 کیوبیت داریم، میگه 2 به توان 1024 میشه 179 با 300 تا صفر جلوش. یعنی یه کامپیوتر با کلاسیک بخوای مقایسه بکنی، یه کامپیوتر کلاسیک 179 با 300 تا صفر جلوش بیتی نیاز داره که با این بتونه رقابت بکنه. حالا برای اینکه بدونید اون عدد چقدر بزرگیه، اینو بدونید که تعداد اتم‌های کل جهان این عدد هستش. حالا اون عدد قبلی از اینم بزرگتر، یعنی ما به ازای هر اتم روی کره زمین هم یه دونه ترانزیستور رو بخوایم بسازیم، باز به اندازه اون قدرتی که ما توی کامپیوتر کوانتومی داشتیم نمیرسه.
اما اینجا گفتیم که توی خواصش گفتیم به اندازه‌گیری واکنش نشون میده. یعنی چجوری به اندازه‌گیری واکنش نشون میده؟ واسه این کار یه آزمایشی رو طراحی کردن آقای اوتو استرن و والتر گرلاخ. یه آزمایش طراحی کردن به اسم استرن گرلاخ. این آزمایش استرن گرلاخ اینجوریه که از یه اتم نقره استفاده کردن. اتم نقره توی مدار آخر خودش یه دونه تک الکترون داره. این تک الکترونی که تو مدار، همه الکترون ها که داخل مدار هستن همشون دور خودشون میچرخن و این چرخش باعث میشه که یه میدان مغناطیسی ایجاد بکنه. ولی چون جفت هستن، یعنی دوتا هستن، همدیگه رو خنثی میکنن. ولی اون یه دونه که تهش هستش هیچ جفتی نداره که خنثی بشه. بنابراین این اتم یه میدان مغناطیسی داره. اومدن چیکار کردن؟ یه دونه آشکارساز گذاشتن اینجا، یه آهنربای وی شکل اینجا اینجوری درست کردن و اون سمت هم یه دونه پرتاب کننده اتم درست کردن که تک اتم رو میتونست پرتاب بکنه. اومدن الکترون نقره رو، اتم نقره رو از اونجا پرتاب کردن و نگاه کردن ببینن که این داره کدوم سمتی میره، به سمت پایین میاد یا به سمت بالا میاد. اگه به سمت پایین بیاد معلومه که این قسمت جنوبی اونو جذب کرده به سمت پایین، یعنی اون میدان مغناطیسیش جنوبش به سمت بالا بوده. بنابراین اینجوری میتونستن اسپین الکترون اون اتم رو بفهمن و اندازه‌گیری بکنن. اما ما گفتیم که اندازه‌گیری نمیشه. چرا گفتیم اندازه‌گیری نمیشه؟ چون که بعد از اینکه ما این اندازه‌گیری رو انجام میدیم این الکترون ما اسپینش تغییر میکنه. چجوری اینو فهمیدن؟ دوباره همین دستگاه رو یه دونه قسمت بالایی گذاشتن، یه دونه قسمت پایینی و دوباره همین نتیجه رو وقتی آزمایش کردن طبیعتا باید اونی که به سمت بالا داشت میرفت دوباره به سمت بالا بره، ولی اینطوری نشد. یعنی اسپینش توی اندازه‌گیری اول تغییر کرده بود. مبحث درهم تنیدگی کوانتومی که یکی دیگه از خواص کیوبیت ها و قوانین فیزیک هستش. فرض بکنید، حالا بذارید من اسلاید برگردم. درهم تنیدگی کوانتومی اینجوریه که یک الکترون به یک الکترون دیگه وابسته هستش. یعنی یک الکترون اگه داره این سمتی میچرخه، اون یکی که باهاش درهم تنیده است داره برعکسش رو میچرخه. بنابراین ما اگه بتونیم یکیشو اندازه‌گیری بکنیم در واقع میدونیم اون یکی هم چیه دیگه. یعنی اگه من بدونم این الکترون داره این سمتی میچرخه، بلافاصله با سرعت بیشتر از سرعت نور میفهمم که اون یکی داره برعکس این میچرخه و از این توی ارتباطات راه دور میشه استفاده کرد. یعنی اگه شما یکی از این الکترون ها رو ببری بذاری مثلا توی یک کهکشان دیگه، با اندازه‌گیری اینی که توی دست خودت میفهمی که اون یکی که توی اون وره دقیقاً در چه حالتی هستش. حالا این با قوانینی که انیشتین تعریف کرده در تضاده، چون میگفتش که اطلاعات با سرعت بیشتر از سرعت نور نمیتونن حرکت بکنن. حالا مثالش هم اینه، میگن که آقا یه ریاضیدانی بوده که هر روز که می‌خواسته بره سر کار یه جوراب آبی میپوشیده، یه جوراب سبز میپوشیده رندوم. حالا شما یه روز صبح میدیدید این ریاضیدان سمت مثلا پای سمت راستش یه جوراب آبی داره، بلافاصله با سرعت بیشتر نور میفهمیدید سمت چپش سبزه، یا اگه برعکسش بود میفهمیدید که این سمت سبزه. کارهایی که میشه با درهم تنیدگی کوانتومی کرد، یکیش ارتباطات کوانتومیه، همونجوری که گفتم شما یکیشو که اندازه‌گیری بکنید اونوری هم مشخص میشه و میتونید اینجوری ارتباط بگیرید. اما مبحث بعدی که از درهم تنیدگی استفاده میشه رمزنگاری کوانتومی هستش که بهش رمزنگاری ماهواره‌ای هم گفته میشه. اما بیاید این رمزنگاری ماهواره‌ای رو با هم بررسی بکنیم. فرض بکنید ما دو تا فرد رو داریم که میخوان به هم دیگه پیام ارسال بکنن. آلیس میخواد پیام بده به باب و اون وسط اون رو رمزنگاری بکنه. میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا پیام من مثلا اینه. میگه که آقا طول پیام من 5 تاست به ماهواره میگه و ماهواره یه دونه جفت فوتون درهم تنیده درست میکنه، یکیشو میفرسته به آلیس و یکیشو میفرسته به باب. این وسط هم کسی دیگه نمیتونه بگیره دیگه، چون جفت فوتون فقط 2 تاست. اگر بگیره هم اندازه‌گیری بکنه تغییر میکنه. یعنی اگه کسی اون فوتون رو بگیره بین راه، مثلا من می‌خواستم از آلیس به باب بدم، یکی اون وسط گرفت، اونو اندازه‌گیری کنه ببینید چیه، آلیس متوجه میشه چون که الکترونش اسپینش تغییر میکنه. آلیس که کلید رو از ماهواره میگیره، میاد
پیام خودش رو با کلید ایکس اور میکنه و میفرسته به باب که پیام میگیره کلید رو داره ولی کلیدش نقیضه کلید آلیس دیگه، گفتیم برعکسشه. بنابراین میاد یه دونه نات میکنه کلید خودش رو و میفهمه که پیام چیه. در واقع بعد از اینکه نات کرد دوباره میاد با پیام اصلی که اینجا بود ایکس اور میکنه، میفهمه پیام چیه. این پیام در هم ریخته است دیگه، چون ایکس اور شده با این کلیده و مشخص نیستش که چی هستش. اما محدودیت هایی که ما توی ساخت کامپیوترهای کوانتومی داریم، یکیش ناهمدوستی کوانتومیه. این یکی از چالش های بزرگ کامپیوتر کوانتومی هستش، یعنی که ما میخوایم به شدت نیاز داره به یه محیط ایزوله، دمای نزدیک به صفر مطلق و محیطی کاملا ایزوله باشه. مثل این میمونه که شما مثلا بخوای یه مداد رو روی نوکش بذاری روی میز، یعنی سختیش در این مقیاسه. همینطور توی مقیاس پذیری ما محدودیت داریم، توی ارتباط با کامپیوترهای کلاسیک محدودیت داریم، چالش‌های سخت افزاری داریم و همینطور هزینه‌هاش هستش دیگه. هزینه یک کامپیوتر کوانتومی خیلی بالا هستش. اما وقتی که بتونیم یک کامپیوتر کوانتومی بسازیم، یه چیزهایی هستن که در خطر میفتن. غیر از این پاداش‌هایی که به ما میده، یه چیزایی هم از ما کم میکنه. اولش اینه که ما دیگه کریپتوکارنسیامون کار نخواهند کرد، چون همشون بر پایه رمزنگاری هستن و اینکه اگه ما بیایم اینها رو با یک کامپیوتر کوانتومی در کسری هستن همشون رو ماین بکنیم، دیگه هیچ کریپتوکارنسی باقی نخواهد ماند. یا اینکه بتونیم رمزنگاری اونا رو بشکنیم، باز همچنان قیمتش صفر میشه دیگه در واقع، چون روی رمزنگاریش استواره. مسنجر هامون از کار میافتن چون همشون رمزنگاری دارن و رمزنگاری اونا رو توی کسری از ثانیه با یک کامپیوتر کوانتومی میشه شکوندش. بانک هامون هستن که سیستم پرداختیمونه، ایمیلمونه، فایل هامونه، امضای دیجیتالمونه، اینا هم از کار خواهند افتاد و باید یه فکری به حال این رمزنگاری های قدیمیمون داشته باشیم. اما غیر از این معایبی که داره، یه پتانسیل هایی هم داره که توی صنعت داروسازی استفاده میشه. در واقع ما میتونیم حالت های مختلف مواد شیمیایی رو در چند ثانیه محاسبه بکنیم و به داروهای جدیدی برسیم. توی بحث اقتصاد میتونیم بازارهای مالی رو مدل بکنیم، رفتار سرمایه‌گذارا رو تشخیص بدیم، پیش بینی بکنیم. عرضم به حضورتون که و مبحث بعدیش توی قسمت امنیت اطلاعات هستش که یکی از مزیت‌های خیلی باحالش اینه که ما قبل از اینکه داده‌ای رو داریم، مثلا فرض بکنید شما یه فایلی رو رمزنگاری کردید توی سیستمتونه، وقتی می‌خواید بازش بکنید و بخونینش، طبیعیه که باید اول رمز گشایش بکنید و بعد بخونینش. ما با کامپیوتر کوانتومی میتونیم تو همون حالت رمزنگاری شده بدون اینکه بخوایم بازش بکنیم اون فایلمون رو استفاده بکنیم. استفاده دیگه ای که از کامپیوتر کوانتومی میشه مسیریابی هست. شما مثلا شرکت بزرگی مثل آمازون یا دیجیکالا رو در نظر بگیرید که چه ترانزیت عظیمی دارن و اینو باید برنامه‌ریزی بکنن. یعنی مثلا میخواد بگه که آقا من توی فلان ساعت اینو میرسونم به دستت. اگه برنامه‌ریزی نکنه، آب و هوا رو پیش بینی نکنه، نمیدونم ترافیک رو پیش بینی نکنه، همه اینها رو برای اینکه بتونه برنامه‌ریزی بکنه به کامپیوتر خیلی عظیمی نیاز داره که بتونه اینا رو هندل بکنه. ولی خب با یه کامپیوتر کوانتومی باز تو کسری از ثانیه میشه همه اینها رو محاسبه کرد و یه ترانزیت عظیمی رو میشه مدیریت کرد و جلو بردش. و همینطور توی AI و ماشین لرنینگ که دکتر جواریان هم در ادامه میخواد دربارش صحبت بکنه، هم کاربرد خیلی زیادی داره و توش کاربردش اینجاست که ما میتونیم داده های بزرگ رو به بهترین شکل اپتیمایزشون بکنیم و توی در واقع وقتی داریم ترین میکنیم با کامپیوتر کوانتومی میتونیم این ترینمون رو سرعت ببخشیم. حالا دوستمون پرسیدن که این منابعشون هم بفرستید، اینم تو کانال IEEE منابعش هم میفرستیم. آره اگه سوالی چیزی هست من در خدمتم. آره همون دیگه توی بحث قیمتی، الان مثلا شرکت‌های مثل IBM اومدن میگن که ما کامپیوترهای کوانتومی رو ساختیم، ولی خب تو اون اسکیلی که اینا دارن کار میکنن هیچ مقاله چیزی بیرون نداده که چجوری اینا رو کار میکنه، فقط صرفا اسمش رو گذاشتن کامپیوترهای کوانتومی که ما ساختیم. و اینکه مثلا شرکت
دی ویو هم هستش که این کارو داره میکنه و این قسمت قیمتی که شما میفرمایید دقیقاً همون مشکلشه دیگه. یعنی ما واسه ساخت این به منابع خیلی زیادی نیاز داریم که اصلا صرف نمیکنه توی این اسکیلی که ما داریم استفاده میکنیم. یعنی تو مثلا ما تونستیم اگه مثلا 70 کیوبیت رو بچسبونیم کنار هم دیگه، قدرتش مثلا میشه اندازه یه لپتاپ معمولی. بنابراین ما باید بیایم میلیون‌ها دلار خرج کنیم که یه قدرت اینجوری بگیریم. تنها زمانی میتونه تو بیزینس کاربرد داشته باشه که ما بتونیم از به اون برتری کوانتومی بهش میگن که به اون برسیم و اون موقع است که بتونیم ازش استفاده بیزینسی بکنیم. هر سوال دیگه هستش بفرمایید. در واقع ما رفتار مشتری‌ها رو میتونیم باش در شما بخواید مثلا 4 میلیارد نفر رو بخواید نگاه کنی ببینی که چه جوری دارن ترید میکنن، ترندشون چیه، چه جوری چی میخرن چی میفروشن رو با یه کامپیوتر عادی نمیتونی محاسبه بکنی و یه مدل کامل ازش بسازی و بعدش بری ترید بکنی. ولی از اونجایی که ما اطلاعات رو به صورت موازی داریم رد و بدل میکنیم، خیلی راحت با یه کامپیوتر کوانتومی میتونیم این رو مدل سازی بکنیم.